یک شاخه گل، برنامه شماره 165. در شب هجران گدازم همچو شمع، در شب هجران گدازم همچو شمع، روز وصلت سرفرازم همچو شمع. در شب هجران گدازم همچو شمع، روز وصلت سرفرازم همچو شمع. در رهت استاده‌ام از روی شوق، تا بیایی جان ببازم همچو شمع. در رهت استاده‌ام از روی شوق، تا بیایی جان ببازم همچو شمع. از غمت با آتش هجران همی، از غمت با آتش هجران همی، گه بسوزم گه بسازم همچو شمع. ابیاتی که آمیخته با نوای نی شنیدید از بانویی است نیکوکار، خوشخو و خوشرفتار. بانویی که طی 80 سال عمر به نیکندیشی و عارف پیشگی شهره بود. اندر دل هر عارفی زین می بود میخانه ها، اندر دل هر عارفی زین می بود میخانه ها. خواهی دلا عارف شوی، میخانه شو میخانه شو. نامش زبیده و تخلصش جهان بود. وی فرزند فتحعلی شاه قاجار و مادری از سرزمین سعدی و حافظ بوده و بدین سبب گویند سرایندگی را از پدر در خون و از جانب مادر در سینه داشته است. در ده به من ای ساقی زان می 2 3 پیمانه، در ده به من ای ساقی زان می 2 3 پیمانه، که از سوز درون گویم شعری 2 3 مستانه.
ده به من ای ساقی زان می 2 3 پیمانه، که از سوز درون گویم شعری 2 3 مستانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش نه بیگانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش نه بیگانه. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران. مستانه سخن گوید این عاشق دیوانه. آتشین رو یا سیمین تنی چون می آتشین روشنی مهر و مهم نشین با من است تا تو ای نازنین با منی نوشین از لب تو لب من روشن از رخ تو شب من رویت بهار زندگانی وصلت چو باده جوانی مستم از نگاه تو هستم در پناه تو
به نال مطرب به خنده سوار جمال جانان فروغ دلبر به زهره و پروین مانان قوت من به تو پابندم به جهان به تو خرسندم که به از دو جهانم باشی خام شب به تو دم سازم دل و جان به تو پردازم که به از دل و جانم باشی شاه خوبانی مه من صبح خندانی شه من پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 165 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. ترانه از آقای رهی مایری، آهنگ در مایه همایون از آقای علی تجویدی، گوینده روشنک.